داشتید اصلا از این که نماز صبح اول وقت بهترین راه برای در امان ماندن و پیشگیری از سکته های قلبی و سکته مغزی هستش؟ میگید چرا؟ به جهت این که این تحقیق الان در اروپا و غرب انجام شده. من نتایج این تحقیق رو در 1-2 دقیقه عرض کنم خدمتون. انسان، البته با اجازه از پزشکای محترمی که پای گیرنده هستن، اگر جای اشتباه میکنم شما بنده رو عفو بدارید. خیلی ساده و عامیانه میخوام بگم که قابل هضم باشه برای همگان. وقتی انسان در طولانی مدت میخوابه، که معمولا ما در شبها طولانی مدت میخوابیم، بر اثر خواب طولانی مدت تپش قلب به شدت کاهش پیدا میکنه. این تپش قلب که کاهش پیدا میکنه باعث میشه که املاح و چربی ها در دیوارهای عروق و رگها، به خصوص در عروق قلب، منجر میشه به انسداد. پس این املاح و چربی ها در دیواره عروق منجر به انسداد میشه و گرفتگی قلب که از خطرناکترین بیماری هاست و علل و عامل اصلی تصلب شرائین و انسداد شاهرگ نیز خواب طولانی مدت در شبانه روز هستش. این نماز اول صبح مسلمونا، اون غربیا و اروپایی ها ثابت کردن و تحقیق کردن و به این نتایج رسیدن که نماز صبح در اول وقت به فعال سازی سلول های بدن انسان منجر می شود و نمی گذارد انقسام سلولی به تعبیر پزشکا به وجود بیاد. انقسام سلولی به بیماری های سرطانی منجر می شود والعیاذ بالله. این همه سرطان ناشناخته و شناخته شده. نماز به موقع صبح همچنین به جلوگیری از سکته های قلبی کمک می کند و فعالیت هورمون های بدن و گردش خون را تنظیم می کند. این یک تحقیق. اضافه بر این، یک دانشمند امریکایی در یک تحقیقی در مورد وضعیت بدن انسان در هنگام نماز مسلمونا کار کرده، به این نتایج دست یافته که فعالیت بیشتر مغز انسان و آرامش روحی هنگام نماز که معمولاً 50 ثانیه، عنایت بفرمایید، 50 ثانیه بعد از آغاز نماز این آشکار میشه، یک فعالیتی در مغز انسان. میانگین ضربان قلب و احتمال لخته شدن خون به صورت مشترک در حین نماز 20 الی 30% کاهش می‌یابد. آی عزیزانی که اهل نماز اول وقت هستید، خوشا به سعادت شما. بزرگترین توفیق رو خداوند به شما عنایت کرده. همچنین پوست بدن مقاومت بیشتری پیدا می کند. دانشمندان ثابت کردند که با شروع نماز ماده دوپامین موجود در مغز که احساس آرامش روحی به انسان میبخشد بیشتر ترشح میشه. این ماده که نقش اساسی در انتقال نورون‌های عصبی در بدن انسان رو دارد به نام هورمون سعادت شناخته شده، اسمش رو گذاشتن هورمون سعادت. ترشح این ماده به نمازگزار احساس رضایت روانی و سعادت میبخشد. پس اگر